امروز میخوایم بزنیم به دل یه داستانی که 30 سال طول کشید تا نوشته بشه. یه حماسه بزرگ که فقط قصه شاه‌ها و پهلوان‌ها نیست، نه. این داستان هویت یه ملت رو تعریف میکنه. داریم از شاهنامه حرف میزنیم، کتاب شاهان پارسی. اصلا بهش فکر کردین؟ چطوری میشه داستان کامل یه ملت رو تعریف کرد؟ چطور میشه همه پیروزی‌ها، تراژدی‌ها و اون افسانه‌هایی که اون ملت رو ساختن توی یه اثر جاودانه ثبت کرد؟ یه جوری غیر ممکن به نظر میاد، نه؟ خب جالبه بدونید که 1000 سال پیش یه شاعر فارسی جواب این سوال رو به ما داد. یه شاهکاری خلق کرد که صداش هنوزم که هنوزه داره تو تاریخ میپیچه. شاهنامه یا به قول خودمون کتاب شاهان. ببینید، شاهنامه فقط یه مجموعه قصه نیست. خیلی فراتر از این حرفاست. در واقع تاریخ کامل یه ملته که تو قالب شعر حماسی گفته شده. فقط مقیاسش رو تصور کنید، از همون اول یعنی آفرینش اساطیری جهان تا حمله عرب تو قرن هفتم. یعنی عملاً تار و پود هویت ایرانیه. خب یه همچین اثر عظیمی که الکی به وجود نمیاد. این کار حاصل تمام عمر یه نفر بود. یه شاعر که انگار یه مأموریت تاریخی روی دوشش بود. با فردوسی آشنا بشیم. فردوسی فقط یه شاعر نبود، یه جورایی حافظ فرهنگ بود. تو زمانی که هویت ایرانی داشت کم کم به دست فراموشی سپرده میشد، اون یه وظیفه خیلی بزرگ رو به عهده گرفت. تمام داستانها، اسطوره‌ها و افسانه‌های مردمش رو جمع کرد و توی یه حماسه واحد آورد تا مطمئن بشه که هیچ وقت از یادها نمیرن. اصلا خود داستان سرودن شاهنامه هم خودش یه افسانه است. میگن سلطان محمود به فردوسی قول داده بود که برای هر بیتی که میگه یه سکه طلا بهش بده. خب این یه قول خیلی بزرگی بود، قولی که البته سلطان بهش عمل نکرد. و همین موضوع خودش نشون میده که فردوسی چه فداکاری باور نکردنی برای هنرش کرده. و نتیجه نهایی 30 سال کار چی بود؟ 60,000 بیت قافیه دار. 60,000. برای اینکه عظمتش دستتون بیاد، این یعنی بیشتر از 2 برابر طول ایلیاد و اودیسه هومر، اونم روی هم. شاهنامه یکی از طولانی ترین آثار ادبیه که فقط یه نویسنده اون رو نوشته و این واقعا تعهد بی‌نظیر فردوسی رو نشون میده. خب حالا سوال اینه که فردوسی توی این 60,000 بیت چجور دنیایی رو ساخته؟ یه دنیای پر از تضادهای شدید. دنیایی که توش جشن‌های باشکوه به جنگ‌های خونین ختم میشه و پهلوان‌های افسانه‌ای با دیوهای ترسناک روبرو میشن. تو قلب شاهنامه یه مفهومی هست به اسم بزم و رزم. این فقط معنی جشن و جنگ رو نمیده. این انگار ریتم اصلی زندگی تو این حماسه است. لحظات آروم، لحظات عاشقی و جشن و سرور، همیشه دنبالش درگیری و جنگ و تراژدی میاد. یه چرخه بی‌نهایته که سرنوشت شخصیت‌های داستان رو میسازه. و این دنیا پر از شخصیت‌هایی که از قاب داستان بیرون میزنن. مثلا رستم رو داریم، بزرگترین پهلوان که قدرتش فقط با وفاداری تراژیکش به پادشاه‌های نالایق برابری میکنه. یا سیمرغ، اون پرنده اساطیری و خردمند. یا شاهزاده‌های تراژیکی مثل سیاوش. اینها فقط شخصیت‌های یه قصه نیستن. اینها کهن‌الگوهایی هستند که عمیق‌ترین دردهای بشری رو نشون میدن. و همین ما رو میرسونه به قلب تپنده و تراژیک شاهنامه. میدونید این حماسه فقط داستان جنگ با دیو و اژدها نیست. بیشتر درباره جنگ‌هایی که تو درون آدم‌ها اتفاق میفته. این سوالیه که شاهنامه بارها و بارها از ما میپرسه. آیا پادشاه‌ها اصلا لیاقت پهلواناشونو دارن؟ وقتی اونایی که قدرت دستشونه از نظر اخلاقی ضعیفن، وفاداری دیگه چه معنی پیدا میکنه؟ و این دقیقاً همون تنش اصلیه که کل حماسه رو جلو میبره. ما بارها و بارها با پهلوانایی روبرو میشیم که خیلی نجیبتر و با اخلاقتر از پادشاهایی هستن که بهشون خدمت میکنن. همین تضاد بین وظیفه شناسی در برابر یه حاکم پر از ایراد و وجدان شخصی خود پهلوان بزرگترین تراژدی‌های شاهنامه رو رقم میزنه. و هیچ جا این تنش دردناکتر از الگوی تکراری پسرکشی نیست. بارها و بارها می‌بینیم که پسرهای قهرمان به خاطر کارهای مستقیم یا غیر مستقیم پدرهاشون از بین میرن. سهراب به دست رستم، سیاوش به خاطر کاووس و اسفندیار به خاطر گشتاسپ.
اینها داستان‌های تکان‌دهنده‌ای هستند درباره بهای سنگینی که آدم‌ها برای قدرت ناقص پرداخت می‌کنند. فقط به این ناله دلخراش رستم گوش کنید. وقتی که میفهمه برای اطاعت از پادشاهش باید با پسر خودش بجنگه. قشنگ میشه سنگینی تاریخ و بار بدنامی رو تو کلماتش حس کرد. این یعنی بهای نهایی وفاداری به یک قدرت پر از ایراد. ولی با وجود تمام این تراژدی‌ها یا شاید اصلاً به خاطر همینها شاهنامه بیش از 1000 ساله که زنده مونده. سوال اینه که چطور یه حماسه باستانی هنوزم تو دنیای مدرن ما اینقدر حرف برای گفتن داره؟ چون شاهنامه هیچ وقت برای این سروده نشده که فقط تو قفسه کتابخونه‌ها خاک بخوره. نه، این یه سنت زنده است. برای قرنها قصه گویی که بهشون میگفتن نقال، این داستانها رو با شور و هیجان تو قهوه‌خونه‌ها و دربارها اجرا می‌کردن و با این کار زبان و فرهنگ فارسی رو برای نسل‌های جدید زنده نگه می‌داشتن. شاهنامه مثل شریان حیاتی حافظه فرهنگی یه ملته و این سنت هنوزم ادامه داره. مترجم‌های امروزی مثل دیک دیویز این حماسه باستانی رو برای نسل جدیدی از خواننده‌ها تو سراسر دنیا ترجمه کردن. هدفشون هم همونطور که خودش میگه فقط یک کار آکادمیک نبوده، بلکه این بوده که قدرت جهانی این داستان‌ها رو با همه به اشتراک بذارن. شاهنامه یه یادآوری خیلی قدرتمنده که به ما میگه این داستان‌هایی که تعریف می‌کنیم همون چیزایی هستن که ما رو میسازن و این یه سوال برای همه ما ایجاد می‌کنه. حماسه‌هایی که دوره ما رو تعریف می‌کنن کدوما هستن؟ چه داستان‌های بزرگی قرار فرهنگ‌های آینده رو شکل بدن؟ جوابش همین الان داره نوشته میشه.